سلام، به ویدیو جدید خوش اومدید. امروز اومدیم با معرفی چندین فیلم صحنه‌دار از بازیگر آناد آرماس. قبل از شروع فیلم لطفاً ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید. خب با اولین فیلم شروع می‌کنیم. اسم فیلم دیپ واتر یا آب عمیق هست. ژانر فیلم درام و هیجان انگیزه. بریم بخشی از خلاصه فیلم رو بشنویم. یک زوج متاهل که رابطه عاطفی بین آنها مدت زیادی است که از بین رفته است، تصمیم میگیرند به جای طلاق در یک ازدواج بدون عشق زندگی کنند، به شرطی که هر فرد برای خودش یک معشوقه داشته باشد. اما شرایط آنطور که باید پیش نمی رود. خب به سراغ فیلم دوم می رویم. اسم فیلم بلوند هست و در ژانر درام. بریم برای خلاصه این فیلم. زندگی جسورانه یکی از ماندگارترین نمادهای هالیوود، مریلین مونرو را از دوران کودکی ناآرامش به عنوان نورما جین تا رسیدن به شهرت و درگیری‌های عاشقانه به تصویر کشیده است. خب میریم که فیلم سوم رو معرفی کنیم. اسم فیلم بلید رانر هست و در ژانر علمی تخیلی ساخته شده است. بریم خلاصه ای از داستان این فیلم هم بشنویم. 30 سال پس از اتفاقات قسمت اول، یک بلید رانر جدید یک راز مخفی شده را کشف می کند که می تواند جامعه را به آشوب بکشاند. این اکتشاف او را وارد سفری برای یافتن ریک دکارت می کند، یک بلید رانر سابق که 30 سال است ناپدید شده است. نوبت به فیلم چهارم میرسه. اسم این فیلم منشی شب هست. فیلم در ژانر هیجان انگیز و معمایی است. بریم خلاصه این فیلم رو بشنویم. داستان این فیلم از این قرار است که بارت بروملی منشی شب هتل ویوریست است که اوتیسم دارد و بسیار باهوش است، اما حالا او وظیفه تحقیق درباره یک قتل را به عهده دارد. که خب بریم برای فیلم آخر ویدیو امروز که اسمش تق تق هست. این فیلم در ژانر درام و جنایی هست. بریم خلاصه ای از این فیلم را گوش کنیم. این فیلم داستان مردی به نام اوان را روایت می کند که در یک هفته آخر همسرش به مسافرت رفته است و اکنون او در خانه اش تنهاست. وقتی که او در خانه است، صدای تق تق در را می شنود و در را باز می کند و متوجه می شود که 2 دختر جوان او را. خب به پایان این ویدیو رسیده. این لطفاً با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب از ما حمایت کنید تا ویدیوی دیگر. بدرود.